دستت گرفتی و مثل اون موشه نشستی اونجا، داری اون یارو اون گربه هم ازش میترسی، میری براش اونو گربه میذاری اینا. حالا دوستی موش و گربه. کسکش آدمه کجاست؟ تو اصلا آدم نیستی، تو یه حیوانی هستی که عادت کردی به 4 تا در و دیوار خارکسته. این عادت دادن تو به یک موش اجتماعی و کردن تو اون سوراخی، اینا جنگو بردن. تو کسکش خودت یه قربانی هستی، من نمیخوام باشم. من میخوام کسپاراخارایی مثل تو رو بیدار کنم تا دنیا بیدار شه یه روزی، تا ما از این وضعیت در بیایم. تا زمانی که تو خودتو زدی به خریت و تو اون سوراخی مثل یه موش فرو رفتی تو خودت که آینده ای من نمیبینم. تا زمانی که جماعت احمقی مثل شما تو دنیا زندگی میکنه، بشر به همین درماندگی خواهد